مدرنیته، توسعه پایدار و دیجیتال سازی آموزش ارکان حیاتی رشد و تحول در هر جامعه‌ای هستند و این تنها نیمی از داستان است. ما راوی نیمه دیگر این داستان هستیم. در این مسیر به دنبال یکی از کهن‌ترین و پیوسته‌ترین میراث‌های مهارت آموزی ایران پا به بلوچستان گذاشتیم، جایی که مهارت‌ها با قدمتی 7000 ساله همچنان زنده و پویا هستند. شاید توی هر دره‌ای اگر ما بخوایم نگاه بکنیم 200-300 تا صحنه، شاید هم بیشتر در بعضی از دره‌ها وجود داشته باشه که مال چند دوره تاریخی هست. جایی که قلب‌ها وارث تاریخند و دست‌ها خالق آینده. من بچه بودم تو شکم مادرم بودم سفالگری میکرد. این نسل به نسل دخترم میچرخه، از مادر به دختر. بعد مادر بزرگ منم کار کرده، مادرم هم بلده، بعد من از مادرم یاد گرفتم. جایی که مادران حافظان این میراث بی زمانند. و پدران پاسداران همیشگی آن. جایی که مهارت‌ها امید بخشند و زندگی پایدار را هدیه می‌دهند. و این گوشه‌ای از میراث هزاران ساله مهارت آموزی در ایران. داستان انتقال مهارت‌های بین نسلی توی خانواده با نقش‌آفرینی زنان گره خورده و داستان طرح ما هم یک موتیو قدیمی بلوچیه که نماد زن کوزه به سره و روایتگر 3 نسل از یک خانواده است. 3 نسلی که ضامن بقا و بالندگی مهارت‌ها بودن و به معیشت و تاب‌آوری اقتصادی خانواده هم کمک می‌کردن. دختر، مادر و مادر بزرگ. فردای پایدار با حفظ و احیای مهارت‌های دیروز، خلاقیت و نوآوری امروز.